خب میریم سراغ انواع مقاومت ها. ما دو نوع مقاومت داریم، مقاومت های اصلی و مقاومت های خاص. دو مدل مقاومت داریم، مقاومت های اصلی و مقاومت های خاص. مقاومت های اصلی چی هستند؟ مقاومت هایی که با استفاده از فرمول R مساوی رو ال آ اوم با کم و زیاد کردن این سه تا پارامتر رو ال و آ مقاومتمون رو میسازیم. مثل مقاومت پیچه‌ای، مثلا مقاومت پیچه‌ای با استفاده از سیم بسیار نازک آلیاژ نیکروم منگناین. یعنی چی؟ یعنی نیکروم منگناین روی ویژه‌شون زیاده، باز با استفاده از سیم نازک خب آ رو کم کردیم و پیچه‌ایه یعنی طولش زیاده. خب اینا نشون دهنده مقاومت‌های اصلیه که از این سه تا پارامتر استفاده کرد. یا مقاومت ترکیبی که با استفاده از نیمه رسانه‌ها درست میشه و نیمه رسانه‌ها هم باز روی ویژه‌شون زیاده. اما مقاومت‌های خاص چی هستند؟ مقاومت‌هایی که از این فرمول پیروی نمی‌کنن، یعنی توجهی به این سه تا پارامتر ندارن. مثل ترمیستور با استفاده از دماه، یعنی با کم و زیاد شدن دما این مقاومتش هم کم و زیاد میشه که حالا NTC و PTC داره که اونم جلوتر میگه. یا مقاومت نوری، وقتی نور بهش برخورد میکنه این جریان رو این مقاومت رو کم و زیاد میکنه. یا دیود یک سو کننده است، اصلا هیچ کدومشون با آر مساوی رو ال آ اوم ربطی نداره، نه طول ربطی داره، نه سطح مقطع، نه مقاومت ویژه. خب میریم سراغ مقاومت پیچه‌ای. یا که مقاومت پیچه‌ای همونطور که گفتیم با استفاده از مقاومت ویژه زیاد. یعنی چی؟ یعنی با استفاده از این سیمای مشی که اینجا دارید می‌بینید از آلیاژ نیکروم منگناین استفاده کردن. نیکروم یه نوع آلیاژ، منگناین یه نوع آلیاژ دیگه است. یا از این استفاده می‌کنن یا از اون. با این بدنه نارنجی که نارسانه برای این گذاشتیمش که بتونیم دور اون بپیچونیم. بعد چیز دیگه ای که داره این سیما بسیار نازکه، یعنی آ یا همون سطح مقطعش هم کمه و همینطور که دارید می‌بینید چون پیچه است یک سیم عادی طول کمتری داره نسبت به سیمی که پیچیده شده و پیچه ال یا همون طول بیشتری داره. مثل اینجا که داریم می‌بینیم الش بیشتره، در نتیجه مقاومتش هم بیشتره. اما مقاومت پیچه‌ای دو تا مثال خاص داره، یکی رئوستا، یکی پتانسیومتر. رئوستا چیه؟ رئوستا همون مقاومت پیچه‌ایه که متغیره. مقاومت پیچه‌ای عادی ما همین بخش بجز این پایه ها روش روکش میکشن یا روکش نارسان هم میکشن، تمام شده رفت. این میشه یه مقاومت پیچه‌ای. اما رئوستا یک لغزنده داره که اینجا ما داریم لغزنده قرمز رنگ رو میبینیم. این لغزنده با جابجا شدن مقاومت رو کم یا زیاد میکنه. چه شکلی؟ الان مثلا شما در نظر بگیرید این یه مقاومت پیچه‌ایه، این جنسش از نیکروم منگناینه و از پایه آ اینجا داریم میبینیم پایه آ من یک جریانی رو دادم، من از اینجا یک جریانی رو رد کردم، درسته؟ با یه ولتاژ یه جریانی رو عبور میدم. خب وقتی من از پایه C دریافت کنم یه مقاومت ثابت دارم، اینجا میدونم همیشه مقاومت من برابر است با R. حالا یه مقداری من مقدار رو میگم R. اما اگه از پایه B استفاده کنم بستگی داره لغزنده رسانه من، یا کنین همه اینا نارساناست به جز این بخشای سیاهی که رسم کردم با این بخش، اینا هم رسانه. چرا رسانه؟ چون که بعد از اینجا لغزنده به این سیما گیر میکنه و برق رو از بخش راه B عبور میده. خب الان نگاه کنید این لغزنده من، خب میذارم اینجا، فرض کنید اینجا نصف، اینجا نه میذارم اینجا. اگه دقت کنید این نصفه راه رفته. یعنی چی؟ یعنی این که من سیمم رو از R فرستادم، از A، بعد از اینجا تا اینجا که رسیدم از اینجا رفتم به راه B. یعنی چی؟ یعنی مقاومتم نصفه شده، نصف راه رفتم. کل راه اگه میرفتم میشد R، الان نصف راه رفتم پس میشه R دوم. برای همین به این مقاومت ما میگیم مقاومت متغیر. چرا؟ چون باز من میتونم اینو جابجاش کنم، میتونم این جابجا کنم بیارم اینجا، باز مقاومت کمتر میشه. پس هر چقدر لغزنده به سمت راست بره مقاومت من بیشتر میشه. همونطور که داریم میبینید اگه من اینجا بذارم دیگه مقاومتم خیلی زیاده، یک کمتر از آره. اما اگه اینجا بذارم مقاومتم تقریبا خیلی کمه، برابر با صفر شاید بتونم بگم از این مقاومت. چرا؟ چون که زیاد مسافتی رو نرفته، همین یه ضرر رفت. پس اینم شد رئوستا. پتانسیومتر چیه؟ پتانسیومتر کاربرد همون رئوستا رو داره توی مدار و فرق به اون صورت با رئوستا نداره.
آره دیگه با رئوستا نداره. پتانسیومتر به این شکله، داره اونم مثل 3 تا پایه است، A B و C. B پایه متغیر ما، A هم که مقاومت ورودی مونه، C هم مقاومت ثابت. این هم از جنس از آلیاژهای درست شده که مقاومت ویژه شون بالاه. همینطور که داریم میبینید اگه بخواد از داخل C رد بشه، یعنی از پایه A ما جریان رو بدیم، الان اینجا جریان رو دادم، الان جریان رو دادم که رد بشه. خب اگه بخوایم از پایه C برداریم، یک مقاومت ثابتی داریم که مساوی است با R. اما اگه بخوایم از B استفاده کنیم، B هم یه لغزنده ای داره، این لغزنده میچرخه. الان اینجاست مثلا لغزندهش. خب صبر کنیم یک فلش استفاده کنیم. الان لغزنده اینجا، میتونیم لغزنده رو بچرخونیم به این شکل. حالا اینجا نمیچرخه. لغزنده رو میتونیم بچرخونیم جای دیگه استفاده کنیم. اگه مثلا لغزنده اینجاست، مقاومتمون همینطور که دارید میبینید از این پخش رد شده، درسته؟ اگه به پایه B وصل کنیم، خب میبینیم که مسافت کمتری رو رفته، در نتیجه مقاومتش هم کمتره. اما اگه لغزنده‌مون رو اینجا بذاریم، باز مقاومتمون بیشتر میشه و همه این مقاومتایی که با لغزنده استفاده میکنیم بیشتر از R نمیشه، همیشه کمتر از R. مقاومتمون کمتره دیگه، درسته؟ چون که این هر چقدر مسافت رو بره، آخر سر بیشتر از این مسافت رو که نمیتونه بره، درسته؟ برای بیشتر از این مسافت رفتن باید مقاومت بیشتری داشته باشیم که این پایه ثابت اجازه این کار رو به ما نمیده. پس پتانسیومتر و رئوستا یه لغزنده ای دارن و با استفاده از اون لغزنده شون باعث میشن که مقاومت ما کم یا زیاد بشه. نماد پتانسیومتر و رئوستا با هم فرقی نداره، چون کاربردشون تو مدار یکیه و نمادشون به این شکله. یک مقاومت که یا به این شکل ازش چیزی بیرون اومده، بهش پایه B و استفاده نمیشه، هم A و اینم C. یا به این شکل که از مقاومت متغیر استفاده میشه، یک فلش از اینجا رد میشه و به این میگیم مقاومت بخش پایه A، به اینم میگیم پایه B. به این دو شکل در مدار دیده میشه. مقاومت بعدیمون مقاومت ترکیبی یا کربنیه. مقاومت ترکیبی یا کربنی به چه شکله؟ مقاومتیه که الان شما نگاه اینجا دو تا پایه قرمز کشیدم که این پایه ها سیم رسانه‌ای ما. از اینجا یه جریانی وارد میشه و از این ور خارج میشه، درسته؟ وقتی این جریان رو من وارد این مقاومت ترکیبی یا کربنی میکنم، این ماده بنفش رنگ همون ماده نیمه رسانه‌ای ما. ماده نیمه رسانا روی ویژه‌اش زیاده، یعنی مقاومت ویژه داخلیش زیاده. همین باعث میشه که مقاومت خاصی داشته باشه، مقاومتی داشته باشه که از روی ویژه یا همون فرمول R استفاده بشه، در نتیجه مقاومت اصلی نه مقاومت خاص. وقتی این جریان رو ما از اینجا عبور میخوایم بدیم، از این سطح بنفش رنگ به سختی رد میشه چون مقاومت ویژه‌اش بالا. و چون این ماده بنفش رنگی که اینجا من گذاشتم و گفتم نیمه رسانه معمولاً کربونه، برای همین مقاومت کربنی هم بهش میگن. این مقاومت کربنی یا مقاومت ترکیبی یک فرمول واسه محاسبهش داره که این رو آخر ویدیو برای بچهای رشته ریاضی میگیم و یک مثال هم ازش حل. خب وارد مقاومت‌های خاص میشیم. مقاومت خاص ما یکیش ترمیستوره. ترمیستور چیه؟ ترمیستور مقاومتیه که به دو تا سیم رسانه است. فکر کنید به یه ماده نیمه رسانه وصل شده که حالا با افزایش دما یا مقاومت کم میشه یا مقاومت زیاد میشه، که اگه مقاومت ما این ترمیستور ما NTC باشه، با افزایش دما مقاومتمون کم میشه و با در PTC با افزایش دوام مقاومت ما هم زیاد میشه. ترمیستور سه مدله تو بازار، سه مدل: دیسکی، مهره‌ای و میله‌ای، که معمولا از میله‌ای استفاده میکنیم، چیز خاصی هم نداره، فقط همینه. بعد ترمیستور یک نماد داره تو مدار، نمادش به این شکله، یک حالت
مستطیلی که یه خط به این شکل ازش عبور پیدا کرد و توی مدار این سیم ها ادامه پیدا میکنه. این فقط برای نماد. مقاومت بعدی مقاومت نوری یا LDR. مقاومت نوری وقتی بهش نور برخورد کنه از مقاومتش کم میشه و یه نوعی داره که انگاری وقتی تاریکی باشه این مقاومتش بسیار زیاده و وقتی نور باشه مقاومتش بسیار کمه. بعد داخل همین چراغایی که تو جاده ها هستن شبا فقط روشنن. اینا هم از LDR استفاده کردن. اما همینطور که گفتیم وقتی تاریکی مقاومتشون خیلی زیاده پس لامپ روشن نمیشه. پس چیکار میکنن؟ از یک دستگاه گرم کن استفاده میکنن که داخل کتاب توی یه فعالیت آورده. این دستگاه کارش اینه که وقتی مقاومت زیاده، یعنی وقتی مقاومتمون زیاد بشه این گرم میشه و در نتیجه گرم شدن جریان عبور پیدا میکنه که حالا این تو فعالیت ما باش کاری نداریم. مقاومت نوری نمادش به این دو صورته، یا به این شکل یا به شکل پایین که معمولا از شکل پایینی استفاده میکنن که این دوتا فلش نماد نوریه که داره به این تابیده میشه. مقاومت آخرمون مقاومت دیوده. دیود چیه؟ مقاومتیه که از یک سمت مقاومتش بی‌نهایت برای جریان، از سمت دیگه مقاومتش تقریبا صفره. پس یعنی چی؟ یعنی اگه ما برق متناوب بهش بدیم این برق رو یکسو میکنه، یعنی برقی که متناوبه به شکل سینوسی هستش فقط بخش مثبتش رو برمی‌داره و بخش منفیش رو برداشت نمیکنه که حالا توی فصل 4 القای الکتریکی باش کار داریم. پس فهمیدیم از یک طرف بی‌نهایت، از یک طرف تقریبا صفر. اما از کدوم طرف بی‌نهایته؟ این اول نمادش رو باید ببینیم. نمادش اینه، یک خط داره، یه مثلث و دو تا سیم رسانه. اگه این مثلثه در جهت جریان باشه، اگه این رو ما جریان در نظر بگیریم، ببخشین، اگه این رو ما جریان در نظر بگیریم به این سمت باشه لامپمون روشن میشه، همون دیودمون روشن میشه، برق رد میشه و مقاومت تقریبا صفر. اما اگه بار مثبت ما از این ور باشه، یعنی جریان به این سمت باشه، مقاومت ما برابر با بی‌نهایت و هیچ جریانی از اینجا عبور نخواهد کرد. پس برای رد شدن جریان باید با این مثلث همجهت بشه. خب برای بچهای رشته ریاضی یه فرمول داریم که مربوط میشه به مقاومت‌های ترکیبی و کربنی. اینجا میگیم که A رقم اول، B رقم دوم و N توان 10 و تولرانس مقدار خطای ما. تولرانس یا مقدار خطا چیه؟ میگیم این مقاومت که ما حساب میکنیم یکم کم و زیاده، شاید یکم کمتر از اون چیزی که گفتیم یا یکم بیشتر از اون چیزی که گفتیم باشه. برای همین یک مفهومی به نام تولرانس گذاشتیم. تولرانس ما یا 20% یا 10% یا 0%. هر کدوم از اینا یعنی مقدار خطاش یا 20% یا 10% یا 0%. که بیرنگ یعنی نبودش، یعنی وقتی تولرانسی نداریم یعنی 20% خطا داره. و در صورت اینکه نقره‌ای باشه 10% خطا داریم و اگه طلایی باشه 5% خطا داریم. 0% به اون صورت وجود نداره، حالا توی کتاب برای ما وجود نداره. پس کمترین مقدار طلایی که همون 5%. اگه بهمون نداد مقدار خطای ما 20%. حالا یه مثال حل می‌کنیم متوجه میشیم. نگاه کنید اینجا رقم اول که همون آ باشه میشه آ، الان این اولین رنگ میشه آ، دومین رنگ میشه ب، سومین میشه ان، چهارمی هم میشه تولرانس ما که خودش میگه کدوم تولرانسه. اگه هر کدوم تولرانس بود پس از اون ور شروع می‌کنیم، اولی دومی سومی. الان مثلا رنگ زرد چه عددیه؟ بذاریم رنگ زرد رو نگاه کنیم. اینا رو خودش بهتون میده، لازم نیست حفظ باشید. رنگ زرد مثلا عدد 4. خب رنگ آبی رقم 6 پس شد 46. ضرب داره 10 به توان n چه رنگی؟ سبز. رنگ سبز 5 میشه 10 به توان 5 که واحد اینا همشون اومه.
به علاوه منهای تولرانسمون چقدره؟ تولرانسمون اینجا مثلا نقره‌ایه، سفید نیست، نقره‌ای. تولرانس نقره‌ای رو باید حفظ باشیم دیگه، تولرانس ها رو باید حفظ باشیم. تولرانس نقره‌ای میشه 10%، یعنی هر چقدر این هست ضرب در 10%ش میکنیم که دیگه خودمون میدونیم دیگه 10% همون 1/10، در نتیجه میشه 46 ضرب در 10⁴. خب این داخل پرانتز این شد مقدار مقاومت ترکیبی یا رنگی ما. خسته نباشید، امیدوارم مفید بوده باشه. خدا نگهدار.